بیایید یه نگاهی بندازیم به یک تاریخ خیالی برای ایران مدرن. داستانی از کتاب خاطرات یک بهشت گم شده. فرض کنید فقط یک سخنرانی، اونم تو سال 1978، میتونه سرنوشت ایران رو کاملا عوض کنه. چی میشد اون وقت؟ خب اواخر سال 1978 ایران واقعا رو لبه تیغ بود. این کتاب یکی از مسیرهایی که میشد رفت رو برامون تعریف میکنه. توی این سناریوی خیالی، شاه به جای جنگیدن با انقلاب تصمیم میگیره بهش ملحق بشه و با این حرفا اصلاحات دموکراتیک گسترده‌ای رو اعلام میکنه و هم مردم و هم دنیا رو شوکه میکنه. این اصلاحات باعث شروع دوره‌ای میشه که رسانه‌های دنیا بهش لقب بهار ایرانی رو میدن. و بعد یه اتفاق باور نکردنی میفته. دو رقیب اصلی نه به عنوان دشمن که به عنوان شریک با هم دیدار میکنن. نتیجهش میشه یه دولت جدید که بر اساس همکاری، آموزش مدرن و آزادی شکل میگیره. کشور که به ثبات میرسه، این ایران خیالی تمام تمرکزش رو میذاره روی صلح و نوآوری. و به جای جنگ و درگیری، یه همکاری بی سابقه تو کل منطقه، تو علم و هنر و دیپلماسی شکل میگیره. اوج این پیشرفت هم زمانیه که ایران اولین فضانوردانش یک مرد و یک زن رو به فضا میفرسته. و اینجاست که این ایران خیالی به قول کتاب تبدیل به مروارید ایران میشه. ولی صبر کنید، همه اینها فقط یک رویاست. این تاریخ پر از امید هیچ وقت اتفاق نیفتاد. حالا نویسنده این بهشت خیالی رو میذاره کنار واقعیتی که بعد از انقلاب 57 رقم خورد. کتاب استدلال میکنه که مسیر واقعی به جای مروارید به یک هشدار بزرگ برای همه تبدیل شد. انقلابی که قرار بود عدالت بیاره، در نهایت فقط به جنگ و انزوای جهانی ختم شد. بیش از 1 میلیون نفر. این فقط بخشی از هزینه انسانی جنگ 8 ساله با عراق بود. برای نشون دادن هزینه انسانی این تاریخ، کتاب داستان 2 تا دوست رو برای ما تعریف میکنه. 30 سال بعد همون دوستان رو میبینیم که آرمانهاشون در هم شکسته و حالا دارن اعتراض میکنن. یه داستان دیگه هم هست که رویای یک شهروند از یه تهران مدرن رو با واقعیت تلخ زندگیش مقایسه میکنه. تمام رویای اون برای یه جامعه پیشرفته زیر فشار مشکلات روزمره برای یه زندگی معمولی از بین میره. در نهایت کتاب به ما حس عمیق اون چیزی رو میده که میتونست باشه ولی از دست رفت. داستان ماجرای یک گلوله بود که به مروارید تبدیل شد. اما سوال اصلی اینه، چی میشد اگه نمیشد؟ تمام این داستان برگرفته از رمان تاریخ جایگزین خاطرات یک بهشت گم شده بود.